امروز چی داریم؟ یه محصولی که ترکونده همه جا رو. کیکس مکس، انواع کیکس مکس. کیکس مکس اول دیزنیلنده. ببین اینش خیلی باحاله، نگاه. هر کدوم رو نوشته کجا. آره هر کدوم یه داستان جدایی داره. این یعنی دیزنیلند با طعم میکس بریه. آره. میوه‌های قرمز و نمیدونم چرا میوه قرمز میشه ولی آبی هم هست. رنگاشون خیلی خوبه. اینو تست کرده بودی؟ نه اینو نه. خیلی باحاله. بنفشه. خیلی ریختن. ببین قشنگ شبیه کارتونای دیزنی وقتی مثلا پرنسس‌ها می‌خواستن یه نوشیدنی باد. قشنگ رنگش بنفشه. خوشمزه است. فقط من با این قضیه باگ دارم. ترشه. آره یه کمی ولی مثلا ببین جز آمیبای ترشه دیگه. جز نوشیدنی‌های ترشه به نظر. از نظر من اصلا ترش نیست. آدامس خرسیه طعمش ولی یونیکورنیه. این شهر بازیه. نگاه کنید خیلی باحاله. دستبندیاش خدایی 10 از 10 به نظر من. یه دونه اینجوری بر من میذاری؟ شدنش خوشم میاد. صورتیه. ببین عطرشو تو فقط ببین. قشنگ آدامس خرسیه. کاملا. وای این خیلی خوشمزه است. وای اصلا ببین همه نوشیدنی‌ها بستنی‌ها و همه چی آدامس خرسی رو که این میزنه. بستنی آدامس خرسی در مقابل این هیچ طعمی نداره واقعا. به معنای واقعی آدامس خرسیه. یعنی بعدی فکر کنم تو دوست داشته باشی. پشن فروت. این کجا داره میره؟ این هم شهر بازیه. این فراری پارکه. این که چی بود؟ این مثلا فکر کنم ماشین سواره و ایناست. این داشت میرفت دیزنیلند بازم. آره. اون نارنجیه. خیلی صدای با کلاسی میده. نارنجی. عطرش قشنگ پشن فروته. خیلی واقعیه عطر و طعمش. طعمش هم همونه. هست خیلی. بین دو تا طعمش موندم. خیلی خوبه. خوشمزه است. خیلی خوشم. من واقعا بین هر سه تا طعمش موندم. بعدی این سسه به نظرم ولی روش نوشته شربت تزیینی با میوه‌های ترش. فکر کنم مثلا چیزی که نوشته اینه که لیموه. آره این با طعم لیموه. چیزی که نوشته واسه اینه که مثلا روی چیزی بریزیم بخوریم. الان قاشق بیارم. نه اینجوری می‌خوام. بازه مگه؟ دختر باز نیست. رنگش زرده. آره. من میگم هر چیز لیمویی با زرد باشه. ولی مثلا بعضی همه سفیدن. میخوره اینجا تو ذوق آدم. می‌بینی؟ داره پیچ میخوره وایس. خیلی ترشه. خیلی همون سس تزیینیه. فکر کنم باید لواشک ایناست. ببرم همون حسو داد. ولی با لواشک خیلی خوب میشه. آره با از این لواشک مثلا شیرین ولی ترشیش یه لحظه است بعد دیگه اوکی. ولی ترشیه مثلا اونجوری جوهر لیمویی نداره. آره. اینشو دوست دارم. ولی نسبت به نوشیدنیاش نیستن. آره اونا خیلی یعنی به اونا آدمو میبره اینجا. آدم از اینجا فکر میکنه به بقیه. اشکال نداره بازم داریم. بعدی رو میخوام. بعدی اینه چی؟ گوله های ترش. دراژه شکری ترش. گوله است. ما نخوردیم. خیلی زیاد نیست. نه بابا بده بالا. نگاه دار مثل آب نبات. چه چیز آشغالی بود. باحاله که مثلا فکر کنم حوصله‌ات سر رفته میخوای یه چیزی بریز تو دهنت. اصلا باحال بود. اصلا از اون باحال‌تر بود. واه
خفنه. خیلی باحاله. ایکسنکس آیس پاپ. ببین خدایی پکیجینگش یه جوری که آدم میخرد. شبیه نوشمکه. آره. بستنی یخی. آره دیگه بستنی یخی. بعد ببین طعم داره. اینجا نوشته مثلا انار و یخ و همه. انار، لیمو. نه لیمو نیست، موهیتوه. آره موهیتوه. لیمو، پشن فروت. نه منگو، پشن فروت و چری. فارسی کم. پیناکولادا. من عاشق پیناکولادا. نمیدونم چرا انقدر طرفدارش نیستم. وای من یعنی ببین واسه پیناکولادا میمیرم. من یه تایمی همیشه باید تو یخچال این سنیچ پیناکولادا داشته چقدر باشم. توشه. اوه از هر تعمی 4 تاه. بکنم قیمتش هم 149 بود. اول کدوم؟ انار باز این بیا به بالین. باید چاقو بیاری. انار به چاقو بیار. آره. یخی دوست داری؟ نه من زیاد طرفدارش نیستم. بچه رنگش رنگ طبیعی اناره واقعا. همین کم آره رنگ. کم اوه عطرشون میده. الان یه لحظه بردی قشنگ عطر کاملا عطر انار. طعمش هم طعم اناره. آره خیلی طبیعیه. موهیتو برای من خیلی مهمه که طعمش مثلا تو آدام سورینا هم دوست ندارن. عطرش طعمش خیلی یعنی چجوری اینقدر شبیه در میاد؟ آفرین این طعم‌سازی کیکسنکس خیلی خوبه. طعمش خوبه. 10 از 10. طعم نعنا و اصلا دقیقاً طعم نوشیدنی موهیتو رو میده. خیلی خوبه. انبه منگو چون عاشق انبه‌ای. چون از انبه متنفرم. جالبش اینه یه میوه که خیلی دوست دارم و یه میوه که خیلی ازش بدم میاد. این بده. باید ببینی کیکسنکس باهات چیکار می‌کنه. منگو خیلی بیشتره. ولی چقدر خوبه بود. خیلی بالانسه. طعمشون همون دقیقاً طعمش اینجوریه. خیلی بالانسه. عطر منگو ولی طعمش دقیقاً آره. پا به پای هم دیگه دارن میان. بوی نارگیل. آره قشنگ عطر نارگیل. اوه لالا. ولی اینقدر طعم قوی تر از این بود. این رو من حس نمی‌کنم. طعم یخ میده. آره منم بیشتر طعم زیر یه مزه یه خیلی آناناس ریزی کم. داره رد میشه. آره یه آناناس خیلی ملایم. ولی طعم آخرش هم چری. این به نظر دیگه خیلی پایین تر. 4 5 درسته ما همه رو تست. من کلا آلبالویی نیستم. اصلا خوشم نمیاد. نه نوشیدنیش هم اصلا همینجوری بدمزه بود. از بین این 5 تا طعم بهترین رو انتخاب کنیم و از بین اونا 3 تا هم برن. چون این دوتا به نظرم دیگه کار اصلا مشخصن. ببین این دوتا رو تو کدومی؟ من ژله رو هستم. این این دوتا تموم رفتن کنار. خب از بین این 5 تا کدوم؟ 3 2 1 پشن فروت انبه. تو ببینی خیلی من نیستم دومی من بگم. خب بگو دومی. موهیتو. آره دومی موهیتو. منم موهیتو چی بود؟ آدامس خرسی و میکسبری و پشن فروت. بذار فکر کنم. 3 2 1 آره ببین این حس نوستالژی داره. یه ملایمت خاصی من داره. برده به قدیما که آدم منم ساختارکی دوست میخوردم داشتم. یا میترکوندم کل صورتم میترکوندم. ببین مثلا به نظرم این که آدم بخواد یه همچین نوشیدنی بخوره خیلی خاص و خیلی ملایمه. دوستش داشتم. دوستان دوباره بخورم بس یه بار دیگه میخوریم. شما ویدیو عطرش لایک اینا همه چی فوق العاده است. لایک کنید